سلام دوستان، چطورین؟ آقا اومدیم یه تک به 5 ایزی با دیل بزنیم. آقا از اون موقعی که من یادمه کلا دیل جماعت، خب متیک و لجند و ایناش کلا فرقی نداره. از اون موقعی که من یادمه کلا دمیج میدادم به هم دیگه. خب ولی خب این مچ ممنونم از دیل که برای ما 100شو گذاشت و زار تو زاد وان شات میکرد، جز حالا یه تیکه که دمیج داد. بریم ادامه ویدیو رو نگاه کنیم. خب آقا ما اینجا میایم یه نفر رو میزنیم، خب بعد میپیچیم. این پیچیدن من دلیل داره. دلیلش چیه؟ آقا وقتی که 1 به 5، خب ببین الان اگه اونجا وای میسادم یه تیر میس میدادم، یارو پارم کرده بود قشنگ. به خاطر این من پیچیدم. وقتی که تک به 5 یه نفر رو زدی، از اون مکان کلا بپیچی. اینجا هم که یکیش EFK بود، ممنونم ازش. UAV رو میزنیم. اینم از آخری. آقا جان مرسی که حمایت میکنید. فالو یادتون نره.